بینندگان عزیز سلام. آخرین خبرهای جهان و تاجیکستان را در برنامه اخباری آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 6 اپریل است و نخست نگاه میاندازیم به سرخط مبزا. ولادیمیر ژیرینوفسکی سیاستمدار جنجال برانگیز روس بعد بیماری طولانی در سن 75 از عالم چشم پوشید. اتحادیه اروپا با اعلان بسته نوی تحریم‌های روسیه آمادگی می‌گیرد دو حامیان حقوق از احتمال استثمار زنان و کودکان فراری اوکراینی بانگ خطر می‌زنند. اگر در گذشته گاو و مال را می‌دزدیدند، حالا آرد و روغن را می‌برند. ساکنان کلاب می‌گویند دزدان به قول بی‌انصاف شدند. روزی 20 هم با 4 گاو دیگه من نمی‌جا اینا بانداشون باستگی اون اولیانو گرفتن بریدگی نمی‌جا ایمی حوالی 4 گاو دیگه را بردن. ولادیمیر ژیرینوفسکی رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه روز 6 اپریل در سن 75 درگذشت. این سیاستمدار جنجالی در اول ماه فوریه امسال در بیمارستان بستری گردید. پزشکان گفته بودند که او به کرونا ویروس گرفتار شده است. ژیرینوفسکی با اظهارات بحث برانگیزش درباره تاجیکستان و مجران کاری نیز شناخته میشد. در این باره حالا با همکارم طاهر سفر صحبت خواهیم داشت. طاهر، پیشتر از این هم یک دفعه خبر مرگ ولادیمیر ژیرینوفسکی را نشر کرده بودند ولی رد شد. این دفعه در کجا و کی این خبر را اعلام کرد؟ خبر مرگ ولادیمیر ژیرینوفسکی یگانه رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه که به خصوص مهاجران تاجیک او را خوش نداشتند در جلسه دومای دولتی پالاتای پایانی پارلمان روسیه اعلان شد. بعد آنکه ویاچسلاو ولودین رئیس دوما این خبر را رساند، وکیلان روسیه خاطره او را با یک دقیقه سکوت گرامی داشتند. طرفداران ژیرینوفسکی در حزبش با یک بیانیه کوتاه مرگ این سیاستمدار جنجالی را که از هواداران برقراری امپرای روسیه بود ضربه بر تمام روسیه، ارتش آن و طرفداران ژیرینوفسکی نامیدند. مقامات وزارت تندرستی روسیه گفتند که برای نجات ولادیمیر ژیرینوفسکی گرفتار کووید 19 شد تمام کارا کردند اما او را نجات داده نتوانستند. این سیاستمدار جنجالی 6 دفعه نامزد به مقام رئیس جمهوری روسیه بود و آنگونه که خودت هم گفتی با بیانیه‌های بحث برانگیزش درباره ملت‌های غیر روس و گاه توهین و تحقیر ملت‌های دیگر از جمله مهاجران تاجیک معروف گشته بود. و او یک دفعه هم گفت که پس از رئیس جمهور ولادیمیر پوتین دومین فردی با نفوذ، محبوب و آبرومند در روسیه است. از ضمن او را سیاستمداران دیگر و مطبوعات گاه و زبان کرمل مینامیدند. در این باره به ما و بینندگان بیشتر میگفتید. در واقع ولادیمیر ژیرینوفسکی اولین حزب مخالف دولت در روسیه را در سالهای 90 تأسیس داد و بعد سال 2000 یکی از متحدان اساسی حکومت شد. بیانیه‌های بحث برانگیزی که او میداد بعد مدتی از طرف حکومت روسیه عملی میشد و یا به واقعیت تبدیل می‌یافت. حالا در اینترنت یک صحبت ویدیویی او چرخ میزند که چگونه درباره نقشه حمله به اوکراین صحبت میکند و یک دفعه نیز گفته بود که اوکراین را باید صبح وقتی همه خواب هستند بمباران کرد. ژیرینوفسکی یک زمان گفت که در سالهای جنگ داخلی روس‌ها را در تاجیکستان قتل عام کردند و این بیانیه خشم حکومت تاجیکستان را هم برانگیخت که گفت بیانیه اساسی ندارد و از طرف یک سیاستمدار نژاد پرست صدا داده است. و او یک دفعه دیگر گفت که اوفی مهاجران تاجیک در روسیه کاری درست نیست، را به قول ژیرینوفسکی آنهایی که در روسیه اوباشی و تجاوز میکردند دیگر باره به کشور برمیگردند. ولی حالا این را هم باید گفت که ژیرینوفسکی یک دفعه به تاجیکستان سفر کرد و از آنجا برگشت و گفت که تاجیکستان یک دوستی واقعی روسیه است. بله، سپاس برای صحبت. در حالی که اتحادیه اروپا به اعلان بسته نوی تحریم‌های روسیه آمادگی می‌گیرد، معاون سروزیر اوکراین ایرینا وریشوک میگوید نیروهای روسیه و اوکراین به بازنمودن 11 گذرگاه بشردوستانه موافقت کردند. از جمله مردم ملکی شهر محاصره شده ماریوپول نیز امکان خواهند داشت که از این منطقه بیرون شوند. منصبداران اوکراینی تقریبا هر روز تلاش دارند اوکراینی‌های آسایشته را از مکان برخوردهای نیروهای روسیه و اوکراین بیرون کشند. در عین زمان به اطلاع سازمان ملل از آغاز جنگ در اوکراین 4 میلیون نفر از این کشور فرار کردند که اکثریت از نگاه قاچاق انسان آسیب پذیرند. زرنگیز نوروشا گزارش می‌دهد. این گذرگاه در مرز اوکراین با لهستان است. طبق آمار اخیر سازمان ملل متحد، پناهنده‌های اوکراینی که اکثریت زنان و کودکانند بعد حمله نظامی روسیه به لهستان فرار کردند. برای عبور مرز بسیاری‌ها چند روز منتظر می‌مانند. مشکل است. من نمیدانم دیگر چی بگویم. انتخابی دیگر نداریم. باید کودکان را نجات دهیم.
حامیان حقوق هنوز از آغاز تجاوز روسیه در اوکراین پناهنده را از خطر گرفتار شوی به دام فریب قاچاقچیان انسان آگاه میکنند. خطر بی‌شبهه زیاد شده است. بیشتر از همه زنانی که با کودکان از مرز میگذرند آسیب پذیرند. هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه روانی. آدمان را در چنین حالت استفاده کردن خیلی آسان است. حامی حقوق یولیا انیسова میگوید که قاچاق انسان معمولاً از استثمار جنسی و شهوانی عبارت است. پلیس لهستان علاقه 2 حالت تجاوز پناهنده ها را به قید گرفته است. برای پیشگیری از این خطرها اختیاریان با زنان پناهنده کار میبرند. ما مردی را دیدیم که زنان و دخترچه ها را عکس می گرفت. زود پی بردیم که در پشت این کار قاچاقبران انسان هستند. زنی از منطقه کیف در لووف کار می جست. او یک اعلان جای کار را پیدا کرده تماس گرفت. به زن کاری 2 پیشنهاد شد. باید یک نورس 15 ساله را نگاه بین می کرد. یک بخش کاری او پیشنهاد خدمات شهوانی بود. خوف استثمار شدن پناهنده ها در جای کار هم زیاد است. طرح آن هم عادی است. با آنها اول جای زیستی به پول پیشنهاد می شود ولی در نهایت معلوم می شود که چیز رایگان نبوده است. و تاکید حامیان حقوق چنین عملها غیر قانونی اند. اگر کاری پیشنهاد شود باید بر عوض آن پول پرداخت گردد. این خیلی مهم است. غیر از این اگر امکانیت پیش آید که شما در جای کار و زندگی میکنید و همان کارفرما از شما طلب میکند در مهمانخانه یا فرم و جای دیگری کار و همزمان زندگی کنید، شما باید دانید که این حالت الکی شبهه‌ناک است. نصفی از آوارگان اوکراینی کودکانند. برخی بدون حجت و برخی هم تنها و بی والدان از مرز میگذرند. خطری به دست آدمان شبهه‌ناک و بد افتادن این کودکان خیلی زیاد است. ناپدید شدن کودکان از مشکل در ساختار حفاظتی برمی آید. همین مشکلات هم باعث دست به کار شدن قاچاقبران انسان می شود. سازمان کودکان ناپدید شده در اروپا از پناهنده ها خواهش می کند که درباره کودکان گم شده فوراً با آنها طریق تلفنی باوری خبر دهند. آنها همچنین از کلانسالان دعوت می کنند که در این مورد با دقت باشند و اگر طفل را در کوچه تنها و حیران دیدند زود به مقامات محلی مراجعت کنند. شما برنامه اخباری آزادی رو تماشا دارید و می رویم به ولایت ختلان. در شهر کولوب دزدی مال و اشیای روزگاری مردم زیاد شده است. ساکنان از آن شکایت دارند که مقامات انتظامی برای بازداشت و مجازات دزدان چندان میل نشان نمیدهند. محمود جان رحمتزاده با چندی از جبر دیده ها صحبت کرده و این گزارش را فرستاد. این مرد با نیت دزدی روز 27 مارس به خانه یک ساکن محله کاروانگذار شهر کولوب وارد می شود. بی‌خبر از آن که در دوربین‌های نظارتی صاحبخانه ثبت می‌گردد. در نوار دیده می‌شود که او بعد گشت کمی در باغچه خانه چند پاپوش را با خود می‌گیرد و می‌رود. حالا ساکنان در کولوب از چنین دزدی‌ها و از سوی پلیس پیدا و مجازات نشدن گناهکاران شکایت دارند. اول مرغ دزدیدن ملیسا را پیروز کردن، حوالید اومدن گوکی خد چوره شمی بینیم یگم چوره من ندیدن. بعد یک هفته پس ای کوکنی سر خستم ارد خردم روغن خردم نه ارد مای نه روغن مای نه پوپچی مردک مای نه ای بچه مای. یک هفته قبل سگ ذاتی آلمانی مولوده خدای داده و از خانه‌اش گم شد. او به پلیس مراجعت کرد. مولوده خود سگش را یافت اما میگوید که دزد به جزا ماند. ما رفتم سراغ کرده یافتم سگ ما گرفتم. برام دانی دادم گفتم که مردم گفتم همین اپرگور پارا گفتم که اکا منم خیلی سگ ما گم کردم اینا دست کوفتین شما ما دست یافتم بیاین گفتم بیاناتی ما را بگیرین گفتم امروز سگ دزدید پگم یا گومول ما میدیزا گومول دارم های چورا ببینید مالی اپا با اداره‌مون بیا بیانات بنویس. حالا ساکنان میگویند که دزدها انصاف را گم کرده اند. اگر در گذشته گاو و مال دزدیده میشد حالا چیزهای عادی روزگار را میدزدند. وزارت کارهای داخلی هم روز 28 مارس خبر داد که یک جوان را با گمان دزدی مال و اشیای روزگار بازداشت کرده اند. از او نام بردن نمی شود جز اینکه سود شده است. در دادستانی هم از افزایش دزدی نگرانی کرده بودند. جنایتکار را دستگیر کردیم که در دوره نابالغی 6 بار سود شده که خود قانونگذار پیش بینی نمی‌کند که باید
چیز ایام انا که ناو باید 15 جنایت دیگه خطی همین خانه‌دزدی خطی ولی تحت تفتیش قرار داره هم اسلحه‌اش زیاده است 7 نفر هم خیلی همش پدرسته که بچه میگه جوان پسر. اینجا گفته شد که اکثر دزدان جوانان و نورسانند. سال 2021 در کلوب 295 دزدی را به قید گرفتند که از سال پیشینش 116 عدد بیشتر بوده است. 20% این جنایت ها نکشوده مانده است. ساکنان هم میگویند که دزدها اکثرا آشکار نمیشوند. این با 2 سالی را اون گذشت تخمینا با نمیگم که 3-4 روز امروز سال روزی 29 هم با 4 گاو دیگه من نمیجا اینا بانداشون باستگی اون اولیانو گرفتن بریدگی نمیجا ایمی حوالی 4 گاو دیگه را بردن یگان کس گفتگی نه یگان دزی افتگی نه. بنا به آمار وزارت کارهای داخلی دزدی در سراسر کشور رو به افزایش داشته سال 2021 6425 دزدی ثبت شده است که نظر به سال پیشینش 255 عدد زیاد بوده است. ساکنان سبب را در بی‌توجهی به آشکار و مجازات نشدن گناهکاران می‌دانند. عبدالستار پیر محمدزاده روزنامه‌نگار توجیک اعلام کرد که به فعالیت بلوگریش خاتمه می‌دهد. او چند سال اخیر با تکثیرانی روز می‌گذراند. سال 2020 در یک مراجعه ویدیویی به پرزیدنت امام رحمان درباره چند مشکل از جمله بیکاری گفت. نوار مراجعتش در یک مدت کوتاه در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد به بار آورد. بعد این او پیوسته صحبت‌هایش را اویدی موضوع‌های مختلف در صفحه یوتیوبیش که بیش از 28,000 پیرو داشت نشر می‌کرد. مراجع یوسفی از عبدالستار پیر محمدزاده پرسید که چرا نوارهایش را از یوتیوب پاک کرده است. نه یگون فشار نبود، من گفتم فقط فشار روانی از زمان مناسبت مردم استفاده برندگان بود. من امید داشتم که ما میتوانیم در یک جایگی داخلا در فضای مجازی یک جامعه متمدن را تشکیل کنیم. همین جامعه ما در نتیجه خاموش بودن من پیش برود، یک نفری که من اگر ممکن به اندیشه یک گروه بزرگ مردم ممکن بزرگتر که راست نآمدم، اگر من خاموش بودم و آن گروه مردم سازندگی کردن، من 100% دو دست بالا میکنم و خاموش میکنم. اگر که از آنها نام هم نبرد، حداقل گفتم میتونید که مقامدار بودن یا چهره‌ای از مخالفین بودن، کیها بودن، نام هم که نبرد آنها در کدام سطح بودن؟ از هر دو جانب گفتم که از هر دو جانب نام نمیبرم و همین توصیه بود که برادر وقتی که خب مخالفان هم رو مینویسن که برادر وقتی که اگر زیر فشار باشی خوبترش خاموش باش. کارکنان امنیت بعد نوارهایت را استفاده میکنن، امر کن که استفاده نبرن در شبکه‌های مخالفان و فلان و بهمدان. من میگفتم برادران، من شهروند تاجیکستانم، من برای من چی مخالفان چی حکومتی ها شما هم برادران من هستید، شما هم ملت من هستید. ما در یک جایی باید ملت رو متحد کنیم. اگر اونا استفاده میکنن، من سخنی غرضی نگفتم، برای اصلاح جامعه گفتم. شما هم همون رو بگیرید برای اصلاح جامعه خودتون استفاده برید. چی جایی مانع است اینجا اون چی هست، ولی همین رو میگفتن که خوبتر است که نکنی، همین گپا رو نگویی ننویسی. اما از هدفهایی که شما گفتید من میخواستم جامعه تحمل پذیر باشد دیگر شد، از اون دست کشیدید شما؟ به خاطر دست کشیدم که دیدم مردم همین چیز رو نمیخواهد. وقتی که ببینید ما در آغاز گفتید که درست مردم ببینید که یک جسارت پیدا کردن. نوارهای شما هم از طرف آنهایی که از حکومت طرفدار می‌بینن و هم از جانب مخالفان گاه‌ها سوء استفاده شدن. بله، من مثلا اندیشه شخصی من است که من هرگز خشونت رو قبول ندارم، لیکن در اصلاح کمبودی‌ها من فرقیت نمیگذارم که این راهبری دولت است، این وزیر است، این یک مخالف است. بینندگان عزیز، مصاحبه پوره با عبدالستار پیر محمدزاده را میتوانید در دائم روز در وبسایت رادیو آزادی پیدا کنید. دوستان مهربان، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان رسید. تشکر که ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های بیشتر از این را میتوانید در وبسایت و صفحه‌های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. تا برنامه‌های فردا خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهدار هر یک شما باشید.